با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان کنفرانس 28 حساباتی انتخاباتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند و کار خود آغاز کرد. کنفرانس حساباتی دوام 2.5 سال یک مرتبه گذرانده می شود که پهلوهای گوناگون فعالیت کم اجرایی را در بر میگیرد. سراول به حیث اعضایان ریاست 5 نفر وکیلان انتخاب شدند. در کار کنفرانس باشد در عموم 293 نفر وکیلان شهری اشتراک نمودند. اطلاع داده شد که از شماره عمومی وکیلان کنفرانس 164 نفر را زنان تشکیل می دهند که امروزها در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق شهر کار و فعالیت دارند. در بین آنها رئیسان کمیته محله ها، خواجگی و مؤسسه ها، آموزگاران، طبیبان و کارمندان ساحه فرهنگ شاملند. خرسندی بخش است که از شماره عمومی وکیلان 55 نفرشان را جوانان تشکیل می دهند که از آنها 38 نفر بار اول وکیل انتخاب شدند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی برآمد نموده دایر به فعالیت 2.5 ساله کم اجرایی حساب داد و تاکید کرد که در دوره حساباتی 17 تشکیلات‌های ابتدایی نو تأسیس داده شد که شماره عمومی تشکیلات‌های ابتدایی از 232 و 249 عدد رسید. تعداد افزایشی اعضایان حزب در این دوره 3794 نفر را در بر گرفته، حالا شماره عمومی اعضایان حزب باشد 20045 نفر را تشکیل می‌دهد. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی در شهر خوجند در دوره حسابات نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سمت‌های اساسی رشد مملکت در سال‌های 2020-25 که در برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تحریر شدند، قرارهای انجمن 13 و 14 حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، قرارهای کنفرانس کمیته اجرایی ولایتی و شهری و آیین‌نامه حزب را راهنما و سرمشق اساسی فعالیت قرار داد. در دوام 2.5 سال استفاده شده 5 کنفرانسی غیرنوبتی، 12 جلسه کمیته اجرایی و 13 جلسه ریاست، 5 سمینارهای آموزشی گذرانده شد که در رفت آنها نتیجه جنبسط فعالیت کم اجرایی، مسائل مهم سیاسی و داخلی حزبی، تطبیق قرارهای انجمن 13 و 14 حزب مورد بررسی قرار گرفتند. در کار کنفرانس حساباتی اطلاع داده شد که فعالیت 2.5 ساله کم اجرایی خیلی نظررس بوده. کارمندان حزب در این مدت در یک قطار چاره‌بینی‌های گوناگون فعالانه اشتراک نمودند، بخصوص در برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرده ادامه 30 سالگی استقلالیت دولتی و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی سهمی حزبیان خیلی نظررس بود. در تشکیل مؤسسات کمیته‌های محله‌های شهر حوزه‌های انتخاباتی شعار و امیدوار نصب کرده ورقه براشورها برای انتخاب کنندگان کرده شده. واگذاری نامزدها با 75525 نفر و واگذاری شخصان با اعتماد نامزد و منصب پرزیدنتی با 17000 نفر انتخاب کنندگان برآمده شد. از جمله با وجود خانه به خانه 30000 ملاقات دایر کرده شده، توسط 10000 پرسشنامه افکار عموم سنجیده شد. در جنبسته کار کنفرانس به جای رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نعیم ملک اسلامی بنابر به وظیفه دیگر گذاشتن رئیس نو تعیین کرده شد و جای وی معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت بختیار اسمت جانوف تعیین گردید. اینچنین در این روز سرمحرر نشریه شفق کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند تصدیق گردید. به این وظیفه نزاکت یوسفووا تعیین کرده شد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه طلعاتی خبر.